سرخط مهمترین خبرها: بازداشت زاده تاجیکستان در روسیه، امامعلی توردیف کی بود؟ سفارت چین از شهروندانش خواست به مرز تاجیکستان و افغانستان نروند و سوال از مردم: به وزیران چه سوال دارید؟ سلام بینندگان عزیز، با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 21 ژانویه سال 2026 است. رسانه‌های روسیه درباره زاده تاجیکستان که با اتهام کشتار نورسی روس بازداشت شد تفصیلاتی بیشتر نشر کردند. با گزارش رسانه‌های روسی، امامعلی توردیف همراه عائله‌اش از تاجیکستان نخست به ولایت کی می‌رود و آمده بعداً برای کار به ولایت مسکو می‌آید. امامعلی شهروندی روسیه را داشته است. یادآور می‌شویم که این زاده تاجیکستان روز 18 ژانویه با اتهام کشتن نورس 18 ساله روس بازداشت شد. حادثه در شهر الکتروستالی ولایت مسکو رخ داده است. با گزارش رسانه‌های روسیه، مناقشه پس از آن سر شد که یک گروه از نورسان با اتوبوس وارد شده به سوی یک مسافر اشاره‌های تحقیرآمیز کردند. امامعلی توردیف زاده تاجیکستان به حمایت آن مسافر خسته به نزد این جوانان می‌آید و آنها را آگاهی می‌دهد. در نوار دیده می‌شود که میان دو طرف بحث‌های لفظی سر می‌شود و آنها در ایستگاه نزدیکترین از اتوبوس پیاده می‌شوند. در ایستگاه میان امامعلی و نورسان نیرو زن و زنی سر می‌شود. نورسان به سوی امامعلی از تفنگ شعله گیرنده آتش می‌کشند. بعد این زاده تاجیکستان با کارت 3 مرتبه به بدن یک نورسی روس می‌زند. با وجود رساندن کمک طبی، نورس به هلاکت می‌رسد. علیه امامعلی توردیف با اتهام کشتار پرونده باز شده با او تا 15 سال زندان تهدید می‌کند. مقامات تاجیکستان از جمله سفارت کشور در روسیه در این باره اظهار نظر نکردند. سفارتخانه‌های چین در دوشنبه و کابل از شهروندان چینی خواستند که از سفر به منطقه‌های مرزی تاجیکستان و افغانستان خودداری کنند. نمایندگان سفارت چین در دوشنبه به خبرگزاری آزیا پلاس گفتند وقت‌های اخیر وضعیت در منطقه‌های مرزی تاجیکستان و افغانستان مرکب و حساس شده است و برای همین سفارتخانه‌های چین در تاجیکستان و افغانستان از شهروندان چین دعوت کردند که از سفر به منطقه‌های مرزی خودداری کنند. در سفارت چین اظهار امیدواری کردند که وضعیت در مرز در نهایت به اعتدال می‌آید. کارگران چینی در مرز تاجیکستان و افغانستان و همچنین شهروندان چین در خود افغانستان ماه‌های اخیر هدف حمله‌ها قرار گرفتند. از جمله روز 19 ژانویه در حمله به طرفخانه چینی در شهر کابل 7 نفر کشته و چند کس دیگر مجروح شدند. شاخه خراسان گروه تندروی دولت اسلامی و یا داعش مسئولیت این حادثه را به عهده گرفت. در ماه‌های نوامبر و دکمبر سال گذشته در پی حمله از خاک افغانستان 5 کارگر چینی در ناحیه‌های شمس‌الدین شاهین و دروازه تاجیکستان کشته شدند. در پی این حمله کارگران چینی از منطقه‌های مرزی تاجیکستان و افغانستان خارج شدند. بانک اروپایی تجدید و رشد برای خرید اتوبوس‌های برقی و بهتر شدن نظام نقلیات جمعیتی در ولایت ختلان به تاجیکستان 10 میلیون یورو قرض و گرانت می‌دهد. به اطلاع وزارت مالیه تاجیکستان، سازشنامه 20 ژانویه در دوشنبه امضا شده است. منبع میگوید از 10 میلیون یورو 6.4 میلیون قرض و 3.6 میلیون یورو دیگر گرانت یا مبلغی به بازگشت می باشد. هدف اساسی لایحه این خریداری اتوبوس‌های برقی و تجهیزات‌ها ساختمان میدان توقفگاه و بلند برداشتن صفت خدمت‌رسانی نقلیات جمعیتی در ولایت ختلان می باشد. آمده است در خبر رسمی. مقامات نگفتند که قرض بانک اروپایی تجدید و رشد با کدام شرط و شرایط گرفته شده است. از روز 26 ژانویه نشست‌های مطبوعاتی وزارت اداره‌های دولتی در تاجیکستان آغاز می‌شوند. دوام 3 هفته وزیران و دیگر مقامداران درباره کارشان گزارش داده به سوال‌های خبرنگاران پاسخ می‌دهند. همکاران ما علیشر ظریفی و شعلای عبدالله از ساکنان و مهمانان دوشنبه پرسیدند که به وزیران و دیگر منصبداران دولتی چی سوال دارند. پاسخ‌ها را با هم ببینیم. می‌پرسیم که چوب اینترنت‌ها سوس کار می‌کنن. نرخ و قیمت پروس اینترنت همون نرخ کتی وای نمی‌کنن. استفاده نمی‌کنن. همون. به فکر من همین وای هست اینوالیدای هستن که به او یاردم دادن در کار. بسیار. من حاضر می‌دونید شخصا من به دارو می‌دادن. باز دارویی که خیلی اینقدر فایده نمی‌کنه. هیچ گپ نه، من خریده میتونم. لیکن هست آدمایی که خریده نمیتونن بچم. برای همین کمتر همینو با وای میکردن. چی میگن؟ یاردم. انا همین چیزا بسیار خوب میشه. برای چی نرخ تاکسی هر روز مثلا هر روز 10 سمه هر روز گم 20 سمه قبان 30 قبان و بعد همش نرخ قبان کوکا. بعد دیگه من تاکسی تو که تاکسی وسیلش قیمت که میشینی تونس فیرام میبرند فهم میگم تاکسی جورا تاکسی تونس فیرام میبرند میگه که دالش را میگه اینجا فرو ما دالش نمیرم ایرای شوش بزی با ایشی خیلی تاکسی سلیش قیمت چی میکنن که از قواری سال به سال قیمت شده است
پول سویت پول آب و همینم بیچاره اهالی همه شرایط ندارد. طبقه های همی پست نه فقط خورون و کارکنان دولت همه شرایط ندارن. همی مبلغ مزد مهنت یک بلند نمیشد و نرخ نوای آذوقه و آب و سویت و آبی گرم بلند میشد. خصوصا در ماه رمضان نرخ قیمت شده با هم خیلی میستد. برای همین بیچاره اهالی طبقه های پست نفقه خورون همیشه سببای همین چرا چنین است؟ چرا که مردم مشکلی های مردم حل میشد کمتر حل میشد. همه خیلی که بردارن پنسیوی بردارن تمام که خلق خرسان گردد. همین ترلیب با میشنم این زنک با میگه اولی کمه پنسیا کمه پنسیو چی میگیرن چی پول همی مرشد که چه ترلیبوس پنسیو پول ندارن اولی کمه با اتوبوس همی چی میگیرن تانگا برای همی مرشد که چی میخواین چه خیلی پرسن شما چه پرسن؟ آخه من میگم که همی پنسیو نگیرن ترلیبوس اتوبوس پنسیونری نگیرن. О, не, врачки слишком тяжело мумба возьми. Манам пенсия баромадан. Дук так дурам слишком возьми. Ахам пенсия бар дурам. سوال ندارم. Не, ندارم. депортом рагом давлат дуй мекардам ва мерафтам агар онҷо муҳоҷирати меҳнатӣ яка соз намешид. ҳамин ҳисоб мақсад чӣ дорем ки агар шароит боша мақсад ҳукдан чизи моро визои моро мо бурем институтсияҳои давлатои хориҷаи тарафҳои европара ягон роҳҳои осон созша мақсад биёванд мо бурем кор кунем. سوال میخوایم ба вазири корҳои хориҷа. بینندگان عزیز، شما به منصبداران بلندپایه چه سوال دارید؟ لطفاً در زیر برنامه سوال خود را نویسید. ما کوشش میکنیم که جالبترین و مهمترین سوال شما را از مقامداران بپرسیم. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. تاجیکستان سال گذشته به یکی از 5 خریدار اساسی آب جوی روسیه تبدیل یافته است. خبرگزار اینترفکس روسیه روز 20 انور با تکیه به اطلاع مرکزی اگرا اکسپورت نوشته است شرکت‌های روسی سال 2025 به اندازه بیشتر از 103 میلیون دلار آب جو فروختند که در مقایسه با سال 2024 19% بیشتر است. در میان خریداران اساسی آب جوی روسیه جمهوری بلاروس، قزاقستان، چین و قرقیزستان و تاجیکستان بودند. 3% آب جوی صادراتی روسیه را سال 2025 در تاجیکستان خریدند. روسیه و تاجیکستان دو شریک تجارتی نزدیک هستند، ولی محصولات اصلی وارداتی روسیه به تاجیکستان نفت و گاز می باشد. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 21 انور را فرا می گیرد. سال 935 در شهرستان توس قلمرو ایران امروزه حکیم ابوالقاسم فردوسی تولد شده است. او 85 سال عمر دید که آن را صرف ایجاد یکی از بزرگترین آثار ادبیات فارسی تاجیکی شاهنامه کرده است. در این کتاب بزرگ شاعر نه تنها تاریخ و روایت‌های ملی مردم ایرانی نژاد را عمری جاوید بخشید، بلکه روح و روان قهرمانی و زبان ناب این مردم را برای 100 ساله ها زنده داشت. 21 ینوری سال 2000 نخست شماره نشریه مستقل آزیا پلوس از چاپ برآمد که به زبان روسی تحولات سیاسی و اقتصادی تاجیکستان و جهان را نشر می‌کند. این نشریه که در میان مطبوعات دیگر توانسته است موقع پیشتاز را حفظ کند، بعد سالهای 2015 از وجود خط سرخ در مطالب انتقادی و یا فشار و خودسانسور شکایت کرد. شب 20 به 21 ینوری سال 2015 مقامات تاجیکستان از مسکو مقصود ابراهیموف یکی از یاران مؤسس گروه 24 عمرعلی قوت را استرداد کردند. تحقیق پرونده و حکم 17 سال زندان
این فعال سیاسی تابستان سال 2015 پشتی درهای بسته جریان گرفت و خویشاوندانش از همه‌جانی به پایمال شدن حقوق ابراهیموف شکایت کردند. مقامات تاجیک گفتند اتهامات او مثل دعوت‌های آشکار به تبدیل ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان اثبات خود را یافته است. سازمان‌های حامی حقوق ابراهیموف را زندانی سیاسی می‌نامند. شبانه روز اخیر قرب روبل روسیه و هم دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سامان تقریبا بی تغییر بود. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 116-118 سامانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 928 سامانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 21 ژانویه چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org و صفحه‌های ما در یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام پیدا کنید. تا فردا، خدا نگهدارتان.